خب بچه ها، سلام به همه شما که دارین کانال حاشیه در سینما رو دنبال میکنین. تصور کنین یه کمدین محبوب که هممون از خندوانه میشناختیمش، یهو خبر بازداشتش همه جا میپیچه. چی شده؟ چرا علی صبوری و تیمش دستگیر شدن؟ این برنامه نصف شب چی بوده که انقدر جنجال به پا کرده؟ اگه کنجکاو شدیم بدونیم پشت صحنه این ماجرا چی میگذره، حتما تا آخر ویدیو بمونین، چون قرار همه جزئیات رو براتون باز کنم. از زندگی علی گرفته تا واکنش‌های مردم و حتی اینکه این اتفاق چه تأثیری روی فضای مجازی میذاره. آماده این؟ بزن بریم. اول از همه بیایم یه نگاهی بندازیم به اینکه علی صبوری کیه. این بنده خدا متولد 1371 تو سبزواره. از اون جوونایی که با استعداد کمدی خودشو نشون داد. یادتونه تو فصل 5 خندوانه چقدر خندوندمون؟ با اون استنداپ‌های بامزه‌اش کلی طرفدار پیدا کرد و حتی به فینال رسید. بعدش هم رفت سراغ برنامه‌های دیگه مثل شام ایرانی و حتی بازیگری تو سریالایی مثل آخر خط. اما خب زندگیش همیشه پر از حاشیه بوده. مثلا سال 1402 بود که به خاطر یه دعوا تو خیابون بازداشت شد، ولی بعداً با پابند الکترونیک آزاد شد و گفت که داره از این تجربه درس میگیره. حالا دوباره خبر بازداشتش اومده، اما این بار قضیه فرق داره و مربوط به برنامه‌اش میشه. حالا بریم سر اصل مطلب. طبق اعلام قوه قضاییه 7 نفر از عوامل یه برنامه غیر اخلاقی تو فضای مجازی بازداشت شدن. این برنامه با حضور تماشاگران تو استودیو تولید می شده و پخش می شده تو یوتیوب و جاهای دیگه. مجریش که خودش رو سازنده و میزبان معرفی می کرده علی صبوری بوده. خبرگزاری فارس هم تایید کرده که علی صبوری و 6 نفر دیگه از تیم تولید برنامه نصف شب دستگیر شدند. دلیلش چیه؟ میگم محتوای برنامه خلاف شؤون اخلاقی و اجتماعی بوده. یعنی چی؟ خب برنامه نصف شب یه تاکشو طنز بود که علی صبوری میزبانش بود، با مهمانای مختلف، شوخیای جنجالی و گاهی حرفایی که مرزهای اخلاقی رو رد میکرد. مثلا تو قسمتاش شوخیای جنسی، حرفای زننده و ترویج یه جور فرهنگ آزادانه که تو جامعه ما خیلی باش مشکل دارن. تصور کنین یه برنامه که دختر و پسرا رو کنار هم میذاره، شوخیای دو پهلو میکنن و تماشاگرانم زنده تشویق میکنن. این کارا تو فضای مجازی ایران که نظارت سفت و سختی روش هست میتونه دردسرساز بشه. بذارین یکم بیشتر در مورد برنامه نصف شب بگم. این برنامه از چند ماه پیش شروع شد. علی صبوری خودش تو اینستاگرامش تبلیغش میکرد و میگفت قراره یه شو متفاوت باشه. قسمتاش تو یوتیوب آپلود میشد و کلی ویو میگرفت چون مردم عاشق حاشیه و خنده بودن. اما منتقدا میگن که این برنامه داره فرهنگ غربی رو ترویج میکنه و با شوخیایی که خانواده ها رو ناراحت میکنه. مثلا توی یکی از قسمت‌ها مهمانا در مورد روابط شخصیشون حرف می‌زدن که خیلی‌ها گفتن این کار اشاعه فحشه. حالا قوه قضاییه گفته که بعد از تولید چند قسمت و آپلودشون مجری و تیم بازداشت شدن. جالب اینجاست که برخی از این 7 نفر با وثیقه آزاد شدن، اما بقیهشون هنوز تو بازداشتن و پروندهشون تو جریان هست. تولید برنامه‌ام کامل متوقف شده. حالا واکنش ها چی بوده؟ تو فضای مجازی که ترکیده. تو توییتر یا همون ایکس کلی پست دیدم. مثلا خبرگزاری فارس مستقیم خبر رو تایید کرد و نوشت بازداشت علی صبوری و 6 نفر از عوامل تولید برنامه نصف شب. ایران اینترنشنال هم گزارش داد که این برنامه به خاطر محتوای خلاف شؤون اخلاقی تحت پیگرد قرار گرفته. بعضیا مثل کاربرای مستقل میگن این یه نوع سرکوب تولید کننده های مستقله، چون برنامه های غیر همسو با خط رسمی رو نمیتونن تحمل کنن. یکی از کاربرا نوشته این اتهامات کلی مثل خلاف اخلاقی ابزاری برای سرکوب طنز انتقادیه. از اون طرف منتقدا خوشحالن و میگن
بالاخره جلوی این محتوای بد گرفته شد. مثلا یکی نوشته مواد لازم برای محتوای بد، دکور ساده، تماشاچی الاف و مجری هرز. حتی تو اینستاگرام پستایی دیدم که ویدیوهای برنامه رو شیر کردن و میگن چرا انقدر دیر اعلام کردن. بچه‌ها اگه تا اینجا خوشتون اومده حتما لایک کنین و سابسکرایب رو بزنین تا از حاشیه‌های بعدی جا نمونینا. نظرتون چیه در مورد این ماجرا؟ کامنت بذارین بگین علی صبوری مقصره یا نه، یا اینکه فضای مجازی باید آزادتر باشه. ویدیو رو هم شیر کنین با دوستاتون تا بحث داغ بشه. حالا بیایم یکم عمیق‌تر نگاه کنیم. این اتفاق نشون میده که تو ایران تولید محتوا تو فضای مجازی چقدر حساسه. علی صبوری قبلا هم حاشیه داشته، مثل اون تصادف رانندگیش که منجر به بازداشت شد، اما همیشه برگشته و ادامه داده. برنامه نصف شب هم شبیه شوهای خارجی مثل لیت نایت شوها بود، اما اینجا با قوانین محلی جور نرمی اومد. فکر کنین تو جامعه‌ای که رسانه‌های رسمی کنترل شدن، برنامه‌های مستقل مثل این میتونن محبوب بشن، اما ریسکشون زیاده. مثلا مشابهش رو تو موردهای دیگه دیدیم، مثل بازداشت بلاگرها یا یوتیوبرهایی که محتوای جنجالی میسازن. این ماجرا میتونه هشداری باشه برای بقیه کمدین‌ها که مراقب مرزها باشن. از نظر حقوقی قوه قضاییه گفته پرونده تشکیل شده و به مقام قضایی معرفی شدن. احتمالاً اتهام‌هایی مثل اشاعه فساد یا تولید محتوای غیر اخلاقی روشون هست. علی صبوری خودش هنوز بیانیه‌ای نداده، اما خانواده‌اش یا وکیلش ممکنه بعداً حرف بزنن. تو پست‌های ایکس یکی از خبرنگارا نوشته که برنامه با حضور تماشاگران تولید می شده و این کار رو غیر اخلاقی دونستن. حتی ایران وایر گزارش داده که برنامه نصف شب با اجرای علی صبوری بوده و 7 نفر بازداشت شدن. خب حالا تاثیر این اتفاق چیه؟ اول اینکه فضای کمدی آنلاین ممکنه محدودتر بشه. کمدین هایی مثل علی که سعی میکنن سبک جدید بیارن ممکنه ترسیده بشن. دوم، بحث اخلاقیات تو رسانه های دیجیتال داغ میشه. آیا شوخی های جنسی جایز هستن یا نه؟ سوم، طرفدارای علی ممکنه کمپینی را بندازن برای آزادیش. یادتونه تو بازداشت قبلیش کلی حمایت شد؟ دوستان اگه میخواین از حاشیه‌های بیشتر مثل این با خبرشین، حتما نوتیفیکیشن رو فعال کنین و کانال رو به دوستاتون معرفی کنین. کامنت بذارین فکر میکنین علی صبوری آزاد میشه یا نه؟ یا اینکه برنامه‌اش واقعاً بد بوده؟ لایک فراموش نشه چون کمک میکنه ویدیوهای بیشتری بسازم. در نهایت این حاشیه نشون میده دنیای سینما و فضای مجازی پر از سورپرایزه. علی صبوری با استعدادش کلی خندونده، اما حالا تو دردسره. امیدوارم زود حل بشه و برگرده به صحنه. ممنون که تا آخر بودین. بای تا ویدیو بعدی.